واقعیت اینه که ما توی یه دوره‌ای بزرگ شدیم که ذهنمون هیچ وقت خاموش نمیشه. بدنمون استراحت میکنه ولی ذهنمون تا صبح آنلاین میمونه. 93% از نسل زد، یعنی همون متولدین دهه 70 و دهه 80، اعتراف کردن که شبها به خاطر شبکه‌های اجتماعی دیرتر میخوابن. نور آبی موبایل ترشح ملاتونین رو میسوزونه و مغز دیگه فرصت ترمیم پیدا نمیکنه. یعنی مغز ما حتی وقتی چشممون بسته است هنوز داره اسکرول میکنه. صبح که بیدار میشی هنوز مغز توی همون چرخ است. خبر، مقایسه، اضطراب. بهش میگن دیجیتال فتیگ، خستگی دیجیتال. مثل ماشینی که هرگز خاموش نمیشه، استرس کار، قیمت‌ها، آینده‌ای که نامعلومه، همه اینا یه خستگی پنهون میسازن که با خواب جبران نمیشه. به همین خاطر نسل ما حتی وقتی هیچی کار نکرده خسته است. راهش چیه؟ نه با قرص حل میشه، نه با یه فنجون قهوه. بدن خسته رو باید از پایه ریستارت کرد، مثل تنظیم مجدد یک سیستم عصبی. قدم اول خاموشی 1 ساعته قبل خواب. مغز فقط وقتی ملاتونین میسازه که نور و اطلاعات قطع بشن. 1 ساعت بدون صفحه قبل از خواب یعنی سیگنال واضح به مغز ارسال میشه که زمان ترمیم شروع شده. قدم دوم، 5 دقیقه نور طبیعی صبحگاهی رو صورتت. تحقیقات دانشگاه استنفورد نشون داده فقط 5 دقیقه نور آفتاب میتونه ساعت زیستی بدن رو بازتنظیم کنه و انرژی صبحگاهی رو تا 30% افزایش بده. قدم سوم، 3 نوبت 10 دقیقه‌ای در روز پیاده روی یا تنفس عمیق با 4 ثانیه دم، 4 ثانیه حبس، 4 ثانیه بازدم، سطح کورتیزول رو پایین میاره و تمرکز رو برمیگردونه. این سعادت سادن ولی علمی ترین راه برای بازسازی سیستم عصبی نسل زد هستن. بدنی که خوب میخوابه، نور درست میگیره و ذهنش ساکته، دیگه خسته نیست بلکه در حال شارژه. این ویدیو رو برای کسی بفرست که همیشه میگه نمیدونم چرا خسته‌ام، چون دلیلش و درمانش هر دو همینجاست. اینجا تناسب پلاسه، جایی که با هم دوباره یاد بگیریم چطور زندگی کنیم، نه فقط زنده بمونیم. پس فالو یادت نره.